مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 7 ناحیه باباجان غفورов برای زمستان گذرانی سال خوانش 2020-2021 خریداری 26 تانه انگشت را در نقشه دارند. حالا 6 تانه آن خریداری شده. از روی شرطنامه در نظر است که در روزهای نزدیک انگشت باقی مانده دسترس گردد. هیزم را باشد بر زیاد به مقدار 10 مکعب ذخیره کرده‌اند. 36 صنفخانه با پیچ بخاری و برقی گرم کرده می شود. این مؤسسه تعلیمی بنای علاوگی داشته در مجموع برای تحصیل 1550 نفر خواننده شرایط فراهم است. صنف 1 و 4 650 نفر میخواند و مکتب بالند 20 صنفخانه ما با و یا 6 تاش گرمدهیش برقی 6 صنفخانه ماندگی 14 صنفخانه گرمدهیش پیچگاه های بخاری کی. شعبه معارف ناحیه باباجان غفورov تامین اجرایش سپارش ها را برای زمستان گذرانی نظارت میبرد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 55 جماعت زرزمین ناحیه باباجان غفورov نیز به دوره زمستان گذرانی پورا آماده‌اند. مؤسسه تعلیمی اصلی بنا عبارت بوده با واسطه گرمدهی مرکزانیده شده گرم کرده می شود. در سال خوانش امسال 20 تانه انگشت و 8 مکعب هیزم خریداری کرده شده است. آینه های ما دو قابت شیشگین کرده شده است. در مؤسسه 911 نفر خوانندگان تحصیل می گیرند. 65 نفر آموزگاران درس می دهند. ما برای زمستان گذرانی از روی نقشه همه آن با نقشه گرفته شده چیزها را تیار نمودیم. فصل زمستان خروجی بیماری های گوناگون را به میان می آورد. بجز این در وقت سرد شدن هوا باید صحتی خوانندگان پورا تامین کرده شود. یعنی در وقت پنشوی ویروس کووید 19 مؤسسه های تعلیمی مذکور به قدر کافی مائع های پیزرگردانی و آنتی سپتیک و نقاب های محافظتی خریداری نموده اند. تبچین کودکان نیز وابسته به شماری خوانندگان خریداری شده پیش از آغاز درس حرارت بدن سنجیده می شود. تا حال در این مؤسسه تعلیمی یگان حالت سرایت یابی و یا بیماری خوانندگان با قید گرفته نشده است. یعنی برای پیشگیری کرونا ویروس یعنی کووید 19 ما سری خانشی نوبه 60 لیتر حاضر به آنتیسپتیک خریداری نمودیم. 70 کیلو خلور ذخیره نمودیم. خلوری خاکگینی گیپاخلورید کالسی باز 40 لیتر گیپاخلورید کالی آبدار خریداری نمودیم. باز من این ساونی مایع آنتیسپتیک ماسک های یک کرته و ساونی بسیار کرته از طرفی من پدر و مادران با 5 قبطه داکگین دوخته دادم. همش ذخیره کرده 700 دانه ماسک ذخیره کردیم. تبچین کنک ما برای مؤسسه 3 دانه هست. آمادگی همه‌جانبه زمستان گذرانی هم برای بلند برداشتن صفت تعلیم و صحتی خوانندگان تأثیر کلان دارد. به این وسیله رشد ساحه اقتصادیات و اجتماعیات و پیش از همه ساحه معارف در نظر است. گزارش گل‌حیا کمالزاده و نعیم ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.